دو خودروی وارداتی نیسان سیلفی و لوکینو L7 کدوم یکی ارزش خرید بیشتری داره با تفاوت قیمتی نچندان؟ لوکینو با آپشنای زیادی که داره سیلفی رو میذاره داخل جیبش. بریم که دونه دونه بگیم. طراحی داخل لوکینو رو اصلا نمیشه مقایسه کرد با نیسان سیلفی، خیلی بروزتر و جوان‌پسندتره. طراحی داخلی سیلفی خیلی ساده و شیکه. جفت صندلی‌های لوکینو کاملا برقیه و گرمکن سردکن هم داره. صندلی سیلفی راننده برقی و شاگرد کاملا دستی و گرمکن سردکن هم نداره. لوکینو کاملا سانروفش برقیه و سایز خیلی بزرگی داره که داخل ماشینو کاملا روشنش میکنه. اما سانروف سیلفی دستی و فقط شیشه برقی داره با اندازه خیلی کوچیک. اینجا یه تنه کوچیکی هم سیلفی خورده، صندوق دستی، در صورتی که صندوق لوکینو کاملا برقیه و هم باز میشه و هم بسته. موتور نیسان سیلفی آرومه و کم خرج و تنفس طبیعیه، در صورتی که موتور L7 توربو هست و قدرت بیشتر و مصرف بیشتر. جالبه که بدونید دستگیری و آینه لوکینو برقیه و نیسان سیلفی آینه برقی خبری نیست. خب با این همه تفاوت و قیمت نزدیک این دو خودرو به هم دیگه، شما کدوم انتخاب میکنید؟ نیسان سیلفی یا لوکینو L7؟ بریم که تو کامنت ها نظرات طرفدارای این دو کمپانی رو با هم دیگه بشنویم.